اگه تا حالا از ترس وارد یه پوزیشن نشدی یا بعد از یه ضرر بزرگ خواستی کل پولت رو از مارکت پس بگیری، این ویدیو برا توه. از تا آخر ببینش. امروز میخوایم در مورد 5 احساسی صحبت کنیم که 90% تریدرها رو نابود میکنن. دوتای آخری از همه بیشتر مهمه. شماره 1، طمع. وقتی یه تریدی با سود بسته میشه، مغز ما یه احساس پاداش میفرسته و در اون لحظه ذهنمون به طور ناخودآگاه میگه فقط یه معامله دیگه، فقط یه ذره بیشتر. و این دقیقاً همون لحظه است که طمع وارد میشه و به تدریج شروع میکنه به خراب کردن همه چیز. شماره 2، ترس. ترس بعد از ضرر یکی از رایج‌ترین احساساتیه که تریدرها باهاش روبرو میشن. بعد از اینکه یه ضرر بد میکنی، ترس باعث میشه حتی بهترین فرصتها رو از دست بدی و در نهایت خودت تبدیل به یه تماشاچی میشی، نه یه تریدر. البته این خیلی هم بد نیست، این خوبه، چون وقتی ترید نکنی ضرری هم نمیکنی. ولی شماره 3 که بده. شماره 3 چیه؟ انتقام ترید. چند روز پیش ضرر کردی یا حتی ترید قبلی ضرر شده، حالا میخوای انتقام بگیری. بازار هیچ وقت مقصر نیست، هیچ بدهی هم به تو نداره. شما وقتی از بازار میخوای انتقام بگیری، در واقع داری از خودت انتقام میگیری و وقتی انتقام میگیری از خودت، دوباره خودت ضرر میکنی. شماره 4، ناامیدی. وقتی چند بار پشت سر هم ضرر میکنی، ممکنه به خودت بگی شاید من اصلا به درد این کار نمیخورم. این لحظه خیلی مهمه. خیلی ها اینجا تسلیم میشن، اما تریدرهای موفق همگی این نقطه رو رد کردن. فرقشون اینه که ادامه دادن، چون میدونستن موفقیت به صبر و پشتکاری نیاز داره. شماره 5، بی احساسی، اوور تریدینگ. وقتی ضررها برات عادی میشه و دیگه حتی متوجه نمیشی که داری میبازی، چون فقط ترید میکنی برای اینکه باشی. این بی احساسی خیلی خطرناکه، چون دیگه نمیفهمی که کی داری سقوط میکنی، اصلا چرا داری ترید میکنی. یه سر داری فقط اون بی صاحب رو میزنی. این اتفاق برای خود من افتاده روزی که 300 تا ترید زدم. اگه تو هم یکی از این احساساتی که گفتم رو تجربه کردی، بدون که تنها نیستی. همه تریدرهای موفق این حسا رو تجربه کردن، اما فرقشون این بوده که تونستن خودشون رو کنترل کنن و با این احساسات مبارزه کنن. موفقیت توی ترید بیشتر از این که به دانش فنی بستگی داشته باشه، به این بستگی داره که چطور خودتو بشناسی و این احساسات رو مدیریت کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایک کن و توی کامنت هم بنویس که تو بیشتر با کدوم احساس درگیری. و اگه دوست داری درباره راهکارهای کنترل این احساسات بیشتر بدونی، حتما بنویس که ویدیوی بعدی در این باره باشه.